فرانکلین روزولت نخستین پرزیدنت ایالات متحده آمریکا بود که توانست در 4 انتخابات پیروز گردد، یعنی 4 مرتبه به پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا انتخاب گردد که تا امروز یگان پرزیدنت ایالات متحده 4 مرتبه انتخاب نگردیده است. انتخابات فرانکلین روزولت انتخابات رکوردی است، زیرا 4 مرتبه است. این شخصیت برجسته 12 سال در کاخ سفید بود، از سال 1933 تا سال 1945. وقتی که روزولت به پرزیدنتی ایالات متحده انتخاب گردید، یعنی در سال 1933، امریکا داخل یک بحران شدید اقتصادی قرار داشت. او در زمان حکومتش هم امریکا را موفق کرد و هم جنگ دوم جهانی را دید. روزولت پیش از آنی که راهبر امریکا شود، راهبر ایما فرماندار نیویورک بود. باید قید کنیم که نیویورک زادگاه او است. او به فرمانداری این ایالت سال 1928 تعیین گردیده بود. او در 100 روز اولی کاریش در سال 1933 بهترین عملها را به اجرا رسانید. او توانست که اصلاحات در ساختارها را به راه ماند. روزولت سیاست‌های خود را به واسطه رادیو به مردم توضیح می‌داد. او به مردم بیان داشت مبلغ‌های خود را از بانک‌ها نگیرید، طلاهای خود را به بانک بیارید، کفالت آنها را من می‌دهم. وی 9 مارس سال 1933 ارتش درختکاران را تشکیل کرد و آنها را به 141 جنگل گرد و اطراف ایالات متحده روان کرد تا که درخت بکارند. درختکاران در یک ماه $30 معاش می گرفتند. سال 1935 اولین برنامه تأمین اجتماعی را تصویب کردند. سال 1937 کنگره امریکا قانونی را به امضا رسانید که می گفت هر دولتی که از ما تسلیحات جنگی می خرد با کشتی های خود آمده برد، ما وارد جنگ نمی شویم. لیکن راهبر امریکا روزولت می گفت جنگ پاندمی است، با آن وارد نشوی نمی شود. همین بود که سال 1940 ایالات متحده آمریکا تنها 2800 هواپیمای جنگی داشت و خلاص. او سال 1940 یعنی همان سال فرمان داد که تا 1 سال آینده 50,000 هواپیمای جنگی ساخته شود. رقیبان روزولت او را جنگ خواه می گفتند. 6 دکبر سال 1940 ژاپن به خاک امریکا حمله کرد و امریکا رسما وارد جنگ گردید. امریکا در جنگ دوم جهانی متحدان بریتانیا و اتحاد شوروی گردید. همین طور این متحدان در جنگ دوم جهانی غالب گردیدند. روزولت توانست که
کشور امریکا را به یکی از کشورهای ابرقدرت تبدیل دهد و خود سال 1945 از عالم چشم پوشید.